امروز قراره که سعی کنه خندی داشته باشیم. خب این ویدیو مجازات داره، اینه که هر کی باخت و بیشتر خندید یه عکس خنده‌دار و یه عکس حالا چرت و پرت استوری میکنه. بریم سراغ ویدیو. Just highlight this inner and highlight the sides of it and see what that does. I'm trying to blur it out. She has to have... چیزی هم بگم نگفته قبول لبخندی یا چیزی که دندونات توش پیدا بشه قبول نیست. Big. No, dude. دهنت باشده اینجوریه. زهنم مار. خندیدی باشه. خند باشه خندش میگیره. درود بر شما. به کافه پشت رو خوش اومدید. رزرو داشتین؟ خیر. هیچ اشکال نره، بفرمایید داخل. مرسی. سپاسگزارم. این دستنویس غذاهای ما. خیلی ممنونم. مرسی. آقا ببخشید یه لحظه. یه دونه کیست آن فتنه که با تیر و کمان میگذارم متاسفانه تمام کردیم. به جاش به ملازمان سلطان که رسانه‌ای دارا رو جایگزین می‌کنم و میارم. خیلی ملک قشنگه. اینجا متعلق به کیه؟ اینجا متعلق به سلطان ملوک ایسیر تو کیبیل بوده. به ملازمان سلطان که رسانه این دعا رو خدمت شما. فقط این یه ذره غیر آماده سرورم بعد اینجا زیست کنید، خودتون درست کنید، رها باشید. چای ابر نواختری با پر کردن مجدد رایگان. جسارتا از گربه که نمیترسی. چطور؟ مگه گربه داری؟ خیر. آقا ببخشید یه ذره آب به من شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیکر او آب چشمه سبلان. بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت. این سفارش شما. این که سسشه فقط. قضیه اصلیه. به افتخار استاد عزیزم محمد آرتمیز. ببخشید قربان. اینا چی هن؟ اینا شلوار مشتری هایی که پول کافر رو نداشتن. گوشی میدم به خودشون که آدرس کافر بدن. این آدرس رو به دوستان. راه کافه پشت رو یکیست و آن مدرس جنوبی است. اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چه آسون دل بریدی از دلی که پای تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. حاجی به نفع تو نه، به نفع من. تو باختی. وای دیده کی؟ ای ترامپ احمق، ما دختران حاج قاسمی دهنتو ببند. که شما شبیه همن؟ آره اتفاقا هم همین می‌خواستم یه و چقدر شبیه منن؟ نه. این چی نه؟ من شباهتی در تو نمیبینم. شما میبینید؟ چپیه کیه؟ چپیه که نمیشناسم، ولش کن. این برای یه ذره قیافش آشنا میزنه ولی آره پیروز رفته تو خونه‌شو مهمونی. سلام، اینجا اندیشه‌های شریف مدرسه ماست. اینجا مدرسه ماست. آف کورس که ما تو صف وای نمیستیم و اولویت راحتی مونه. اینجا مدرسه ماست. آف کورس که ما حضورمون رو با اثر انگشت ثبت می‌کنیم. چقدر پول می‌رسونه اصلا؟ مدرسه ماست. آف کورس که ما از خونه غذا نمیاریم و اینجا یه رستوران خفن داریم تا ازش غذا تهیه کنیم. اینجا مدرسه ماست. آف کورس که اینجا ما یه سایت کامپیوتر و سالن مطالعاتی داریم که میتونه همه نیازهای تکنولوژی ما رو برطرف کنه. اون وقت مدرسه ما بوفه داره، ساندویچ میده. دونه چندی دونه؟ 40. نه 50,000 تومان. ساندویچش انقدر است. حالا ما تابستون بچه‌ها، ما واسه تابستون یه برنامه ریختیم. اینه که تابستون قراره یه روز
برای غیبت بذاریم. اون روزا ما قراره که راجع به مدرسه و اتفاقاتی که تو راه مدرسه تو خود مدرسه افتاده رو راجبش غیبت کنیم. چرا الان ویدیوشو نمیذاریم؟ به خاطر اینکه الان ما هنوز مدرسه میریم. آره ما هنوز با کادر مدرسه در ارتباطیم و تابستون دیگه میریم دیگه، گروهمون رو گم میکنیم، راحت میشیم. برای هدایت تحصیل هنوز برو گم شو. سلام میکنم به بیا اول مهر زیر نور آفتاب داری کباب میشی. صحبت‌های مدیر مدرسه. آموزان عزیز، امیدوارم روز خوبی بوده داشته باشید. این عروسک‌های لبوبو، این عروسک‌های غربی رو تو مدرسه من نمیاری. دانش آموزان عزیزی که امسال به مدرسه ما اضافه شدن لطفاً از باسنشون یه کپی بگیرن چون قرار اصلی رو پاره کنن. اصلا برام مهم نیستید، مهم آبروی مدرسه خودمه. بعد بگم که گوز گنده باسن گنده میخواد که من دارم به اندازه. توجه کن خانومم، شلوارت بیفته ولی مقنعت نیفته. حس میکنم دارید با مدل موهاتون حال میکنید. از امروز مدل موهات چک میکنید. درست عقب بیفته ولی مقنعت عقب نیفته. میخواستم در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنم دیگه، با اصرار آقای کریمی و پافشاری های او وسایل این پسرا BTS که بهشون میگید و نیارید تو مدرسه من. آدریان مامان ادای این ماره رو میتونی در بیاری؟ بودو بیا در بیار، بودو ببینم چی کار میکنی. مادر جین. I wanna take you. زاویه دید خیلی اتفاقی اکانت تلگرام مدیر مدرسه تو پیدا میکنی، پروفایلش. You somewhere so you know I care, but it is so cold and I don't know where. I brought you daffodils in a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so. به هممون حداقل یه بار به اوج این حداقل سلیته گلم من بی تو کم تحملم. میگه هممون حداقل یه بار به اوج این حرکت رسیدیم. آجی مامان بزرگم مامان میگه بیا جوراب بردار. یه وایسید میگه اینو بردار. ده آخه مگه من گیریم؟ سبحانم داشت نماز مسخره در نهایت همچنین داداش. بالعباد مکرمون. آقای جوجه یه تفاوت معلم های رشته های مختلف، رشته تجربی. میدم خونریزی کرده یه دقیقه میتونیم بریم بیرون. اصلا هیچ ازش جم نمیخوره. زن کفی هم وای میستید، میخوام نکات مهم رو بهتون بگم. آقا میشه یقه بریم دستشویی؟ نه خیر. پس زنگ تفریح واسه چیه؟ وای میستی زنگ خورد میری. آقا یقه بریم بیرون. گم شو برو. داری میای یه لیوان چایی هم واسه هم بیار. اصلا حال ندارم امروز درس بدم. آقا یقه بریم بیرون یه نخ سیگار بکشیم. مردی که این چه سوالی هم میپرسی؟ گمشه خودت برو دیگه. کجا؟ بیا اینجا یه نخ بدم ببینم. ماربارو گلد میکشی؟ بابا اینا واسه بچه کیو. هنوز نرفتیم هنرسه، انشالله سال دیگه ایشالله هم موقع ما تو کار رو دانش. هنرستان داداش نه هنرستان دخترم قفله. هنرستان دخترم یه چیز خونه است، سیگار نمیکشن. یه کار دیگه نمیاره فلوک دختره تو پارک بریده پوانده رو میکنم آسیا به نوبت موقع شقیب و رقب و نقره داغ شریک و شرک و شب. یا تا قانم حسابه. آره نه چی حسابه؟ من فعلا تو باش هیچ به نظرم حال باشن قوی تربیت کن. داشتم نامه در برگ چایی نادی هم نامه من. آقا تست جنس شلوار ما با شلوار اوناه. الان این شلوار اوناه. آقا برو. میدونی امروز
یادآور کدوم یک از حوادث انقلابه؟ جاسوسی حضرت انقلاب. آقا علی آقا بعد از 2 هفته هوندا رو آورد بهمون داد و یه دونه ویمکس بهش دادیم. شما بگید شغل علی آقا چیه؟ چی شد؟ منم نفهمیدم. ویمکس بهش دادیم. شما بگید شغل علی آقا چیه؟ دوزی. شایدم ساقی دوزی. خیلی ذهنت خوبه. ماشاءالله قربون ذهنت دادش. حاجی تو چرا قبل ویدیو اینجوری نبودی؟ دوربین روش همیشه چکه میکنی خودت؟ ایکی خواب بودم بیدارم کردی مادر قهوه شمشیرم کو. اناتول نیست بخندی؟ ریدم تو خندت دادش. برو سیدی. مکالمه من و رفیقم اگه فوش ازش حذف بشه خادم درست حسابی هیچی نمیگم. خادم درست حسابی گلم من بی تو نه این گلم میگه چرا اکیپ پسرها بیشتر خوش میگذره. حاجی من خواستم بگم اگه میمون از اونجا میاد درش چیز میکنه میبنده ولی دو رفیقش اومد. Lo mejor nunca se sube, menos que en la radio salga esta canción. یه وضعیت دستشویی تو راهی ها اینجا این یه چیه بعد پولش هم بده میکنت یا امو بسون بیشو دمت جان یا ما که کارمونو کردیم ولی برای چی گفتی آفتابه را بسکن برای چه بفهم این رئیس کیه آقای رئیس ما 5 جای داریم باقی پوله بده بهمون. باقی ندارم. یعنی چه نداری؟ یه بار جبر چیزی ندارم همش رفت. بیا شینه بخو. خب گونگو شینه بخو تا دوباره بیا. میشه به پا پاره نشی همون این آمبولانس میاد سوزنی منم خیلی کلفته اذیتت میکنه ده. وای شکر شاشا پشک بنده با سوش این چیه؟ کنزه دیریدم حلاله درس ریدی آدمی حلال کن. اوی اگه اسید ریده این مادر زن اوسا این وی آی پی چیه؟ برو سلطان اگه دوست نشی پولش نمیسونه. باشه سلطان چطوره؟ عالیه سلطان برو آهنگ بعدی زنده با خوب ریدی؟ یه آهنگ دیگه حالا میذارم 3 سال چی رو میریدی؟ تو خراب کردی همه چیز و خودت توی که زدی زیر قولت. سلطان کار تموم شد بگو. حله تموم شد در واقع شد. چرا؟ میخوام یه داداشو آقا خیلی چقدر نازه تو پول نمیخواد بدهیم تو مفتی. سلطان من یوب شدم یه کاری نمیتونی برامون بکنی؟ آره عزیزم فقط 20 تومن میشه ده. طوری نیست بیا به چشم $2 اومده. یه زمین خوراک من برو
گوسفند. آقا ببخشید من از حال دارم چندی میشه؟ این عزیزم نرخش لحظه یه لحظه سکون بزنم اتحادی. یه لحظه همه جی ساکت. جونم نفسم. سلام عزیزم کجایی؟ من تو دفترم. ای تخم حرومی گاب. بابا بوگوز نپاچی. برو خیلی آخری. صدا نکن. بابا پس صندوقت کو؟ همه را ریدم. خیلی سر پدره. ای جون. آقا بفرمایین شاشه پشکه. نوشید جونت گوزم داشتی. نوشته ای رایگان. نه عزیزم ببین ذره قربونت برم. زیر 2 عدد گوز رایگان 3 بار گوزیدی. آقا ببخشید دومیت چیه؟ ببین عزیزم شالا گیر کنه بیرون نیاد اجه میخوای پولمو ندهی لشی. تا میرس چله لاشی مالی 20 سال پیش بود. یه شرمنده مزبونم. زاده خدا زاده خدا. یه لحظه ای کور. لحظه فانی بود دوستش. خب مدل عروستون اوکی بود با موهات؟ آره اوکی بود، فقط میگفت یکم بغلاشو کوتاه‌تر کنیم. کوتاه‌تر از اون که بود. عجب مدل سختگیری دارین. آره گیر داد دیگه. دلت میاد دوباره این همه رو بزنی؟ نیست واقعا. حیفه. نزنی اسکاجی بزنی؟ خلاص میزنی؟ فرچه با بیلا لیدی این مونی فرچه خلاص باشه گفتی دوباره من قندم گره. چرا صدا سگ میده؟ صدا سگ میده که زدن خواهش فرچه خلاص شانم یا اله الا الله یا اله الا الله شانم محمد رسول الله یا اله الا الله مگی خانم استغفر الله. خندیدی چرا منو میزنی؟ خندیدی من مجازات میشم تو دیگه چرا منو میزنی؟ فرچه خلاص سخی سگه آخرش میگه من کی خوردم. خوبی لیلی؟ خیلی خوشگل شدی. فقط کیف و کفشی که پوشیدی و اصلا دوست ندارم. آها زن روز هم یه برنامه یه نمیدونم مال مهناز افشاره؟ نمیدونم من یه چیزی دیدم آخه. من اصلا نمیدونم. جکتی که انتخاب کردی خیلی مزخرفه. مدل موهات هم واقعا افتضاح شده و اون اکسسوری هم که انداختی فاجعه است. وگرنه عالی. اون چی اونجا اون بندینک شلیله یا؟ بچر؟ خیلی دوست داشتم. ولی این پارچه با این پترن شلیته‌ای نمیخوره. در کل دوست داشتم. نشده. نتونستی. این من کانسپت جلوم نمیبینم. بعدم دامن پوفی که کلا عمود افتاده. خلاقیت یه شوندولکی چیزی. اما نمره نمیگیری. شما خیلی کلاسیکی. بچه شنیده بودم دعوا کردم. میزان صبر و تحملم اگه یه روز بچه دار بشم. بابا اگر مثلا بخوام من بگم مثلا تو میزان انرژی زنانم. عرق کشمش بکرم گرده. خودی خودش کلوفت هست ولی خیلی دوستش دارم. وقتی من رفیقم از یه حدی به بعد صمیمی‌تر میشیم. اوضاع خیلی خیلی این پیرمرد نمیشه منم. علیه وقتی خجالت بده. خندیدی چرا خندیدی که پشتی من وقتی بارون بران چنین داری من تکون بخورم. علیه تو دل من اینجا ناور وقتی بخوره وقتی خجالت بکش وقتی بی حیا میخوام تو دلت بخوام دلیم بره مدخره فوشش فوش الیاس بیا به رو
دندونا من فقط دهنم میگه قاره هراس. ببین در حالت عادی این شکلی نمیخنده، این بود که ممکنه عوض میشه. عادی بخند گوساله به خودت بیار. چه اینجا خیسه چقدر عقبیش قبی منه. بله خودت داد. اون رفیقم که هیچی مصرف نمیکنه. تابستون سبا سیتی صد میگیرم اونا رو چشم میزنم. میگه من در حال تعریف کردن از دوستم جلوی کراشش تا سر و سامون بگیره دیگه ازم فال نخواد، دهنم سرویس شده. اصلا من اینم شهر دختر من. دوستم در حال همیشه تو سحری داشت جفتمون واسه هم میریم جلو. والا خیلی گاوی. والا هیچ کدومش ولی به نتیجه نرسیده، ما هنوز سینگلیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.